سلام، خیلی خوش اومدین به من و تو پلاس هالووینی امروز با من و نیلوفر. برنامه اولمون سارا و آزاده با همدیگه رفته بودن پارسال به یه جای خیلی ترسناک هالووینی که شما عزیزان خیلی دوست داشتین، خیلی هم درخواست کردین که پخش بشه. باز ما هم گفتیم چه فرصتی بهتر از امروز. البته به همینجا ختم نمیشه، در ادامه برنامه براتون میگیم که مردم در سراسر دنیا چجوری هالووین رو جشن میگیرن. بله، یه قسمت دیگه از سری برنامه‌های استایل رو هم واسهتون داریم. و در آخر خانم دکتر کنتاچی همراه ما خواهند بود. خب قبل از اینکه بریم سراغ خبرهای امروز بهتون بگیم که اصلا جریان این چیزایی که ما پوشیدیم اینا چیه جریانش. فردا همونطور که میدونین روز هالووین، ما هم که پنجشنبه ها مناطق پلاس نداریم، گفتیم امروز به برنامه یه حال و هوای هالووینی بدیم دیگه. یعنی اینی که میبینین کل تلاش من و نیلوفر که دیشب رفتیم خرید کردیم برای هالووین یه ذره وحشتناک بشیم. نیلوفر نمیدونم تلشو میبینین یا نه، خفاشه، دو تا چشمم داره، منم که قرار بود خوناشام بشم، این خونم داشت کنار لبم، ولی خب بس که میخندم و حرف میزنم. البته ماسک و اینا نخریدیم، نزدیم که شما یه وقت نترسین. آره اصلش این بود. خیلی وحشتناک. خب بریم سر خبرها. بله، اولین خبرمون راجع به باستانشناسای ایرانی و ایتالیایی که با هم از اول مهر ماه همکاری کردن. از اول مهر ماه پروژه رو شروع کردن که اطراف تخت جمشید دنبال آثار باستانی بگردن و موفق شدن که یه بنای باستانی خیلی ارزشمند رو پیدا بکنن توی شهر پارسه نزدیک تخت جمشید که عقیده دارن که واسه دوران کوروش هم، دوره کوروش هم هستش. و این بنا یه بنای 33 متر در 33 متره و خیلی با عظمت، هزاران آجر لعابدارم توش به کار رفته و گفتن که اصلا اولین باری که بنایی به این عظمت با آجرهای لعابدار پیدا کردن. بله، چیزی هم که هست تمام اون نقش و نگارا و اسطوره‌ای که روی این آجرها هست مربوط به اسطوره‌های ایرانی و بین‌النهرین باستان میشه و باستانشناسان و تاریخ‌دانان معتقد هستن که این چیزی رو که کشف کردن مربوط میشه به زمانی که کوروش رفته بوده بابل رو تصرف کرده بوده و اونجا به کاهنان بابلی اجازه داده بوده که بیان توی ایران، توی اون پارسه و این جا رو درست کنن، این ساختمان آجرها رو درست کنن، دقیقاً که همون اسطوره‌های بابلی و ایرانی رو نقشه نگاری کردن روی این. بله، کشف این بنا واقعا خیلی ارزشمنده، خیلی کار قشنگ و خیلی کار جالبیه، ولی امیدواریم که همینقدر که تلاش و سعی تلاش کردن که تا این بنا رو کشف بکنن، توی نگهداریش که خیلی مهمتر هم هستش، همینقدر تلاششون رو بکنن و از آثار باستانی، بناهای باستانی خوب محافظت کنن. واقعا امیدواریم. خب نوبت برنامه اولمون رسید که سارا و آزاده کجا رفتن؟ ما رفتیم به لندن بریج اکسپریانس فوبوفوبیا، یه تجربه خیلی وحشتناک داشتیم من و سارا. چرا رفتیم؟ من دوست داشتم ولی الهی بمیرم برای سارا. از پارسال تا حالا من همینجور عذاب وجدان دارم، ولی بیننده دوست داشتم ما نشون بدیم این برنامه رو. خب ولی هالووین نبود که دوباره نشونش بدیم، هیچ فرصتی بهتر از الان نبود. بریم با هم ببینیم. اینم بگم که من در مورد این پاپیونم آخر برنامه برای شما توضیح میدم. حالا بریم این برنامه رو ببینیم و برگردیم. به مناسبت هالووین رفتم تو وبسایت گشتم ببینم چه برنامه داره اتفاق میفته که یکم ترسناک باشه. دیدم نوشته لندن بریج اکسپریانس فوبوفوبیا. رفتم توی وبسایت خوندم، دیدم نوشته که برای اون کساییه که از تاریکی، از عنکبوت، از آدمای وحشتناک میترسن. من خودم زیاد نمیترسم. گفته که یعنی کسایی که ترس دارن ترسشون میریزه تو این برنامه که بیاد. رفتم تو آفیس گشتم دیدم سارا دقیقاً از همینا میترسه. آوردمش امروز اینجا که ترسش بریزه. البته آزاده اصلا نمیترسه، مطمئن یه کوچولو، اونقدر زیاد نه. ولی قرار الان ببرمش این تو ببینم حالا چه بلایی میخوای سرمون بیاری آزاده. کجا میخوای؟ نمیگم، میریم تو ببینیم چه اتفاقایی میفته. خب به من اعتماد کن. یا بالاخره ترسمون میریزه یا کج و کله میشیم برای یه بیمارستان. به من اعتماد کن. ببین بیاین شما هم بیاین.
هنوز هیچی نشده. سارا ترس تو چهرهش میشدید. آخه این ترس داره اسکلت تاریک اینجا خیلی تاریکه. من اصلا نمیترسم. آره بهش میگم به خدا تلقین کن، تو نمیترسی، تو میتونی. شما از اون ور بریم نزده از اون هر جا تاریکی بر بریم. خب الان کبوت هم میترسی سارا؟ نه نمیترسی؟ مطمئنی نمیترسی؟ اما رسولتی که امروز اومده اینجا با این چیزا نمیتونی گول بزنی منو. ببینی اینا چقدر خوشگلن، همشون خوبن، هیچ کاری ندارن. من نمیخوام. خب ما الان اومدیم داخل، منتظر هستیم که یه نفر بیا برامون توضیح بده. صدای قلبم میاد. اصلا تو چهره سارا اصلا وحشت نیست، نه ترسیده، ولی منتظر هستیم بیا برامون توضیح بدن. که من دارم فیلم بازی میکنم ولی من نه. نه کی فکر می‌کنه فیلم بازی کنی؟ عزیزم قشنگ از چشات معلومه. اومدم. Hello. How are you? I'm fine. Having She's a nice not. day so far? You look terrified. I know. It's probably all Look going at to her go eyes. downhill from here as well, so good luck with that one. Oh, I've got phobia, so... Well, the bad news is you've reached the entrance to an horrible, nasty, scary place. And for that reason, if you suffer from asthma, claustrophobia, epilepsy, any heart problems, any nervous disorders, or you're in any stage of pregnancy, we don't recommend coming downstairs. Like I say, No, it's a she's horrible okay. place. Yes, hopefully we're So gonna you be want to come fine. down? You I don't don't want to take this opportunity to run for the hills? No. Try and save your own life? Think she can look after you? Yes, I can. I hope I'm so. not convinced you can. چرا به من اعتماد کن. Okay. Yes, I can. Oh, you can. She's going to cry. No. Well, I'm going to take you down to the entrance. Before I send you in, I need a little photograph of the two of you because I've got to have something for the police when you haven't come out the other side. Now, this might be the last thing your loved ones have to remember you by. So you're going to want to look nice in it. To make sure that you do, we're going to play a little game. It's Okay. called 1, 2, scream! قرار من سارا رو ببرن توی قبر رو. آره گفت یه عکس آخر رو میگیریم ازتون که اگه مردین یه چیزی برای خانوادتون داشته بعد به سارا میگه اینجا میتونیم بکشین همدیگه رو، ماه همدیگه بشین. بعد قشنگ میخوام منو بکشه. بهش میگم من قرار تو رو کمک کنم. میکشمت من آوردی. خب قراره قبل که بریم تو عکس بگیریم. گفت که آخرین عکستون رو بگیرین ها. ما هم مثل پرو آمدیم آخرین عکسمون رو بگیریم. Now remember the game. 1, 2, scream! بهمون گفتن اینجا بشینیم منتظر باشین تا یکی بیا ببرتتون بیرون. سارا اونور وایس. سارا مورد سارا بعد جای وایستادی، برعکس از اون ور میام. بیا همین ور بشین. نه نمیان از اون نمیام. ولی دارن سارا نفسی. میترسم. نه نمیاد. کی بیادی؟ So we may have cleared the way down to the entrance. Yes, you Follow did. me, Clearly. ladies. See if we can get you out. آزاده من خیلی میترسم. اصلا نترس. من باتم. Now you need to go one behind the other with your hands on the shoulders of the person in front. اوکی. This way. میگه باید دستتون رو روی شونه هم بزنین و کنار هم نبر راه بریم. آره. خب. تو رو نگیرن ها. سارا قشنگ پشت سر من قایم شد. اصلا هیچی نمیبینه. آزاده من خیلی میترسم. بیا 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 بیا. خب اومدیم توی آسانسور. سارا داره همینجور میلرزه. هدایتش میگم اصلا ترس نداره. داریم میریم پایین فکر کنم. یعنی دارم میبرنمون به همون قبرستونی که بهتون گفتم. سارا نلرز عزیزم. منو نگاه کن. یاسه منو نگاه کن. من باهاتم. هی بهش میگم من باهاتم. منو قبول نداره.
It's a little bit of an old one. It's got a few problems with its electrics every now and again. Have you broken something? No. Are you leaning on the wall? No. Don't lie to me. No, I didn't touch They're very delicate. If you lean on them, you're going to break something. And if we get stuck in here with those things out there, and it's your fault, I'm not going to be impressed, okay? I know you think they're brave, but believe me, if you get stuck in here with those things going around you, you don't want to be there. Hello! Open the door! به من سارا میگه شما به یه چیزی دست زدین باعث شده که این آسانسور خراب We بشه. might have dropped into the basement. Doesn't have to be a problem, but they're a little bit more aggressive down there, I'm not gonna lie. You're gonna need to be really brave. You in particular, you've got to get her میگه out. تقصیر من سارا آسانسور Yeah, خراب something's شده. happened to the lift. The lights have gone out. I think we're stuck in the basement. There's some weird noises going on down here. Got your door هیچ open, کار نکردیم، به هیچ چی دست Gonna نزدیم. need to get out. میگه What? اگه No, هم now. All right, ladies, God. hands on the shoulders of the person in front. Moving forward. Good luck. خب اومدم ما رو گذاشتن تو اون قبرستونی بود که بهتون گفتم و بچه‌م ولمون کردن رفتن گفتم برین دیگه شانس یارتون باشه. من و سارام قرار بریم شانس یارمون باشه. اومدم ترست بریزه دیگه دارم بهت محبت میکنم. دست من بگی بریم. بیا کنار من این برم اوکی. این تو مطمئنه یکی می‌پره جلومون حواست باشه. شجاع باش برس. خب سارا ترسید انقدر گریه کرد انقدر لرزید اومدم بردنش ولی به من گفتن چون پرو هستی میخندی تا آخر مسیر برو ببینیم تا آخر مسیرم میخندی پرو هم دیگه. قشنگ سادیسم دارن مریض. واقعا نمیتونم چین برم. من چیکار کنم؟ این برسیم به این بگو نیاتش. یک کس هم همینجور داره میاد دنبالمون. یعنی من همش منتظرم فقط یکی بیاد جلوم جیغ بزنم. وای من نمیرم چی این
اینجا فکر کنم چیز داره، دلقک‌های وحشتناک داره، چون که همون دم درش هم دیدین که یه دلقک وایساده بود. فقط بودم چون مطمئنم یه چیز میاد سر راه. یه صدایی داره میاد میگه دارم نگات میکنم. اینجا صدای اره برقی میاد. نمیدونی چقدر سخت از دستشون فرار کردم. باورم نمیشه تموم شده. انقدر خوشحالم که رسیدیم به آخرش. خیلی وحشتناک بود. اصلا یعنی نمیدونین اگه من کامرامنم فیلم بردارم همراهم نبود فکر کنم اون وسط سکته کرده بودم. تازه من نترسم. اصلا نفسم نمیاد بالا. واقعا خوشحالم که سارا وسط راه پشیمون شد و بردنش. وگرنه الان قشنگ دور از جون جسدش رو برده بودم بیرون. سارا سارا یعنی خدا رو شکر که نیومدی. یعنی همش میگفتم سارا اگه اومده بود خیلی قشنگ دور از جون جسدتو میبردیم بیرون. خب تو چه کار کردی؟ اولش که ما وارد شدیم چون همه آدما رو بیرون کرده بودن من خیلی ترسم به خاطر اینکه هم تاریک بود همین که اصلا راهرو من نمیدونستم کجا قاطع چیزی از طرف قایمی شدی یکی اصلا چیزی میدیدی تو همش پشت سر من بودی. نه من باز خیلی آره نگاه کردم این ور اون ور و اینا ولی اونا وقتی که میترسی بیشتر میان میترسونن. توجیه میکنه خودشو. خب در کل آب نداره دیگه میترسه. ولی نه اونجا که اون مرده که ماسکشو برداشت دستمو گرفت آورد بیرون خیلی ترسم یه ذره. خیلی خوب بود. آره قسمت خوب ماجرا همون قسمت که نه بردم بیرون. گفت بیا من آدمم بیا دستم نمیام نمیدادم دستم بگیرم ولم کن. ولی خیلی خوب بود. یه روز پرهیجان بود. آره خیلی پرهیجان بود. ترسناکترین روز زندگی من بود بگم. هالووین همینه دیگه در مورد ترس و ترسیدن و ولی کلی هیجان توش بود. من دوست داشتم.
امیدوارم شما هم اگه دوست دارین همچین چیزی رو حتما تجربه کنید. خیلی خوب بود. حتما. اگرم که خیلی میترسین اصلا بهتون چیز نمی‌کنم که این برنامه رو تماشا بکنید. ایوا رفتی تو دوربین واقعا. یه قسمت بود دیگه من خیلی احساس کردم شجاعم، رفتم جلوتر دیدم فیلم بردارم پشت سرمیز اومدم برم دنبالش بودم. آره رفتم تو دوربین. ولی سارا از اون سال تا حالا منو نبخشیده. مثلا شما چرا رفتین؟ چرا آدم باید بره خودشو بترسونه؟ خیلی خوب بود، خیلی هیجان داشت واقعا. خب حالا وقت چیه؟ وقت اینه که بریم یه استراحت کوتاهی بکنیم، با بخش بعدی برنامه برگردیم. خیلی خوش اومدین به بخش دوم برنامه. فرهاد مجیدی کاپیتان تیم استقلال تهران، یکی از بهترین بازیکن‌های این تیم، دیروز توی مسابقه آخرای مسابقه‌ای که بین تیم استقلال تهران و مس کرمان برگزار شده بود، یه کاری کرد که همه رو هاج و واج گذاشت. توی دقیقه 88 بازی دیگه اصلا این موقعی بود که می‌خواستن با نیکبخت واحدی هم تعویضش بکنن. همون موقع اومد پیرهنش رو در آورد، سمت امیر قلعه‌نویی مربی تیم رفت بغلش کرد، 4 گوشه زمین فوتبال رو بوسید و با فوتبال خداحافظی کرد. ولی واقعا خیلی شوک‌آور بود، بخاطر اینکه طرفدارای خودش، طرفدارای تیم استقلال، اصلا طرفدارای تیم ملی شوکه شده بودن، تعجب کرده بودن که چرا داره همچین کاری رو میکنه. خیلی ناراحت شده بودن طرفداراش. ببین وسط این که داشت این کار انجام داده، داشت میرفت 4 گوشه رو ببوسه، دیگه فهمیدن جریان چیه، طرفدارا شروع کردن داد زدن که نکن تو رو خدا، خداحافظی نکن. ازش خواهش میکردن، یه عده خیلی زیادی گریه میکردن، ولی خب این کار رو انجام داد و خداحافظی کرد. بله ایشون یکی از فوتبالیست‌های خیلی موفق هم هستن، توی 41 بازی ملی هم شرکت کردن که 10 تا گل هم زدن. خیلی افتخار آفرینی کردن برای تیم ملی فوتبال و همینطور تیم استقلال و تیم‌های دیگه که توش بازی کردن و حتما هم این تصمیمی که گرفتن خب مسلماً طرفداراشون رو ناراحت کردن، ولی حتما دلایل خودشون رو داشتن که این کارو کردن دیگه. ولی ما براشون آرزوی موفقیت می‌کنیم، هر کاری که می‌خوان انجام بدن بعد از حرفه فوتبال. اینو بگیم ولی در اوج معروفیت و در اوج محبوبیت خداحافظی کرد، در اوج خوب بودن خداحافظی کرد و ما همونجور که نیلوفر براشون آرزوی موفقیت‌های خیلی بیشتر می‌کنیم. بله. حالا از بیانسه بگیم. بیانسه الان همونطور که خیلیاتون میدونین داره یه توری برگزار میکنه، یه تور جهانی به اسم میسیز کارتر شو که داره کنسرت برگزار میکنه تو کشور مختلف، آلبومش رو داره تبلیغ میکنه. الان هم رفته کشور نیوزیلند، بعد به سرش زده که یه کار هیجان انگیز بکنه، اومده از روی یه ساختمون 192 متری پریده پایین. بله و این کاری هم که کرده طرفدارش رو فراموش نکرده، یعنی یه کاری کرده که اونا هم این لحظه و این تجربه رو احساس بکنن. اومده هم عکس گرفته گذاشته تو اینستاگرام، هم ویدیو تهیه کرده و به اشتراک گذاشته که خیلی هم هیجان انگیزه. البته گفتم پریده پایین، نه که خودش رو کشته باشه، بس بوده همه چی بهش. یعنی به یه حالت خوبی که هیجان فقط داشته اون کارو انجام فرود اومده. خب حالا نوبت چیه؟ حالا نوبت برنامه هالووینیه. بنابراین می‌بینیم که مردم توی سراسر دنیا چجوری هالووین جشن میگیرن. بله. آخرین روز ماه اکتبر زمان برگزاری یکی از جشن‌های مذهبی در کشورهای اروپایی و آمریکاست. جشن هالووین نام داره، یعنی روز مقدسین که از 3000 سال قبل تا کنون در میان غربیان مرسوم بوده و بیان کننده اعتقاد پیشینیان به جهان آخرته. خب از این داستانا درباره هالووین همه زیاد میدونیم. با هم بریم و یک سری از اتفاقات امسال رو که مردم کشورهای مختلف انجام دادن رو مرور کنیم. اول از آمریکا شروع می‌کنیم. هفته گذشته هزاران نفر در 4مین سال دوچرخه سواری با چهره‌های زامبی شرکت کردند. تمام 7000 دوچرخه سوار خیلی حرفه‌ای خودشون رو شبیه زامبیا درست کرده بودن. انگار یک شهر پر از زامبی در حال کوچ با دوچرخه هاشون هستن. شب هالووینه، اما تو روز هالووین اگر تو آمریکا باشی بهترین کار رفتن به استودیوی یونیورساله و جایی که برگرفته از فیلم‌های ترسناک لوکیشن فیلم‌ها رو با آدم‌های ترسناک و شاید ماکت‌های ترسناک درست کردن.
شاید در نگاه اول یکم بیمزه به نظر بیاد، اما در کل برای کسایی که زود میترسن یکم ترسناکه. تو کشور آمریکا میمونیم و به جایی میریم که بیش از 300 نفر که بیشترشون هم بچه بودن با عینک‌های گوگلی یا همون چشم باباغوری سعی میکردن به حال هوای هالووین نزدیک بشن. همینطور هم رکورد خودشون رو تو گینس ثبت کردن. حالا شاید برای بچه‌ها یکم خنده‌دار بیاد، اما در کل این عینک‌ها هم ترسناکه، هم بیشتر برای هالووین استفاده میشه. از آمریکا بریم به فیلیپین و از انسان‌ها به سگا، اون هم سگایی که مخصوص هالووین لباس تنشون کرده. لباس‌های بعضن خنده‌دار و بعضی‌هاشون هم ترسناک. در واقع همه پیش درآمد هالووین بوده که بعضی‌ها هم همراه سگاشون خودشون رو عجیب و غریب درست می‌کردن. خلاصه هالووین امسال تو فیلیپین حسابی ترسناکه. حالا بیایم به اروپا و به یک هتل عجیب بریم که توی یکی از اتاق‌هاش به جای تخت خواب تابوت گذاشتن. مهمون‌ها میرن توی تابوت میخوابن و درش رو هم میبندن. خلاصه که این هتل با اتاق‌هاش جون میده برای شب هالووین، چون اتاق‌های عجیب و غریب دیگه هم داره. البته هیچ کدوم به ترسناکی خوابیدن تو تابوت نیست، حتی اتاقی که تخت خوابش از سقف آویزون شده یا اتاقی که همه جاش پر از آینه است. بعد از همه این کشورها میرسیم به انگلیس و از یک کیک پزی شروع میکنیم که کیک هایی که درست کردن مخصوص هالووینه. کیک های ترسناکی که شاید تو فیلم ها همین شکل های ترسناک رو نبینیم، اما ایده ساخت این کیک ها فوق العاده بودن. سازنده کیک ها هم گفته با اینکه قیافه کیک ها ترسناکه، اما داخل کیک ها فوق العاده خوشمزه است. در آخر هم بریم یک سری عکس از افراد مشهور و معروف ببینیم که به مناسبت این روز خودشون رو عجیب و غریب درست کردن. دیروز براتون از بلند قدترین مرد دنیا گفتیم که هم قدش خیلی بلنده، هم بزرگترین دست و بزرگترین پا رو داره و رکورد گینس داره. حالا میخوایم از یه آقای هندی 58 ساله براتون بگیم که رکورد گینس داره برای بلندترین سیبیل های دنیا. بله 32 ساله که این آقا سیبیلاشو کوتاه نکرده. درسته. و خیلی هم تعصب داره، خیلی دوست داره سیبیلاشو و این سیبیلاش هم خیلی خودش میگه که باعث افتخار خودش و خانواده‌اش و بیرام نمیگه. تو خیلی از مسابقه ها و مراسم مختلف و اینا شرکت کرده، کلی برنده شده، رکورد هم که زده و حتی به خاطر سیبیلش تو یه قسمت کوتاهی توی یکی از فیلم‌های جیمز باند هم بازی کرده. اصلا میگه سیبیل یعنی مردونگی، یعنی غیرت، یعنی احترام. و خانمش هم میگه اوایل بهش میگفتم سیبیلتو بزن، دوست نداشتم، ولی الان دیگه باعث افتخار، اصلا بهش میگیم سیبیلتو نگه دار، سیبیلش هم اصلا خودش هم کارش هم اینه که یه آژانس توریستی داره. خودش گفته که من خودم اصلا اولین جاذبه توریستی هم که توریستا میان اینجا نگاه میکنن خوششون. اینم گفته که من خیلی مراقبت میکنم از سیبیلم، اینجوری نیست که خیلی آسون باشه. انگار میخواین یه بچه بزرگ کنین، خیلی مراقبت میخواد، هر چند وقت یه بار میشوره تمام سیبیلش رو، بعد یه روغن مخصوص هم استفاده میکنه که یه موقع آسیبی به این سیبیلاش
نرسه. اصلا هندیا موهاشون خوبه دیگه جنس سیبیلاشون هم خوبه. خب بگذاریم چی دیگه برنامه داریم؟ خب برنامه‌مون الان یه قسمت دیگه از سری برنامه‌های استایله که در مورد طراحی‌های سنتی در جنوب غربی فرانسه است. بریم برنامه رو با هم ببینیم. در جنوب غرب فرانسه خونه‌ها به تاریخ و گذشته‌شون صادق میمونن و گاهی دستخوش یک تحول جدید و خیلی قشنگ میشن. مادرم اهل باسکه، پدر بچه‌هام هم اهل باسکه و میخواست بچه‌هاش تو سرزمین خودشون بزرگ بشن. این یه گزینه واسه سبک زندگیه که به معنای زندگی تو محیطی با فضای باز و پر آرامشه. همینطور به دوست داشتن سنگ‌های قدیمی مربوط میشه. برخلاف نواحی دیگه که در اونها قسمت‌های مختلف ساختمان یا فضاها از هم جدان، مثلا انبار و طویله، اینجا همه چیز در داخل یه سازه قرار داره. فقط فضای داخلی به قسمت‌های مختلف تقسیم شده. این گونی‌ها اغلب تو روستاها به کار میره. ما به عنوان اساسیه باغچه ازشون استفاده می‌کنیم. بچه‌ها روشون میشینن، تو تابستون روشون غلط می‌خورن. توی این اتاق با نور و سایه بازی شده. من اینجا رو به شکل اتاقی تصور کردم که بشه توش خوند یا نوشت. این روشی بود که فهمیدیم میتونیم بدون داشتن یک کمد لباس واقعی یه دونه داشته باشیم. با کمی خلاقیت یه سری کامل مثل این رو به وجود آوردیم. و اگه ممکن باشه فکرشو دارم که چیزی به وجود بیارم که یادآور نیمکت باسکی یا همون زوزولو باشه، باز با ترکیب استیل و چوب. و برای اینکه به همین روش کار رو ادامه بدن، به دو نمونه از عناصر که نماد خونه‌های باسکی پایبند میمونن، یکی سنتی و یکی مدرن. این در مال زمانیه که این خونه ساخته شده. کلاً از جنس بلوطه و خیلی سنگینه. میخواش هنوز سر جاشونن. مهمتر از همه هنوز اینجاست، چون تو خیلی از خونه‌های مزرعی دیگه نمیشه اونا رو پیدا کرد. ویژگی این در اینه که در صورت نیاز میتونه فقط تا نیمه باز و بسته بشه. اینجوری هم هوا و نور وارد خونه میشه و هم جلوی حیوانات مزرعه رو از ورود به داخل میگیره. در هجیا هم میشه این سبک سنتی رو پیدا کرد، ولی طرحش خیلی امروزی تره. الان در بخش مرکزی خونه ایم. این یه اتاق سنتی تو خونه‌های مزرعه‌ای این قسمت از ناحیه باسکه که اسکاتس نامیده میشه. در طول زمستون همه تجهیزات کشاورزی اینجا نگه داشته میشد، ولی در فصل برداشت یا تهیه علوفه اینجا جشن میگرفتن. سعی کردیم جریانی که تو خونه هست رو دست نزده نگه داریم. چیزی که شما را یاد سنت اینجا میندازه. ولی به طور همزمان خواستیم عناصر جدیدی رو بهش اضافه کنیم که انرژی بیشتری به خونه ببخشه. در ناحیه باسک خونه‌های قدیمی آینده روشنی دارن. در سن ژان دو کروز همه این ساختمان عجیب و نسبتاً ساده رو میشناسن که امروز به یه هتل تبدیل شده. سلام. خوش آمدین. زاسپی یه خونه با طراحی ویژه است و برخی از عناصر باسک رو به نمایش میذاره. این خونه تو سنت ژان دلوز کاملا غیر معموله و به نظرم همه اهالی شهر متوجه شدن و میشناسنش. این پروژه با خونه شروع شد، یعنی با تبدیل یک هتل به خونه شروع نشده، بلکه این یک خونه است که به شکل هتل درآورده شده. اسم این هتل زاسپیه و زاسپی در زبان باسکی به معنی هفته. هفت به معنای 7 استان باسکه، 7 اتاق و 7 نماد. ما از طرح‌های مدرن خوشمون میاد و اصلاً باهاش مشکلی نداریم. الان تو سالن استراحتیم. ما یه چیز خیلی راحت، سرزنده یا طراحی ویژه می‌خواستیم. اینجا کافه است که خیلی جدیدتره.
ما از وجود باغچه بهره گرفتیم تا فضاهای عمومی ایجاد کنیم که به اتاقها منتهی بشه. به عنوان مثال قبلا اینجا بیرون خونه حساب میشد و جایی که من نشستم ممکن بود یه نیمکت توی باغچه میشد. توی ناوار تلاش به سزایی واسه احیای جنگل صورت میگیره. واسه همین خواستیم این اتاق رو کاملا سفید کنیم تا حضور چوب‌ها برجسته تر به نظر بیاد. راستش وقتی میاید داخل بوی جنگل رو حس میکنید. حمام سفارشی ساخته شده از جنس بتونه که با یه لایه سرامیک سنگنما پوشانده شده. اینجا تراس هتله. اینجا سولاریومه که واقعاً فوق‌العاده است. مهمونامون لحظات زیبایی رو اینجا سپری میکنن. اگه خونه خودمونم بود این شکلی می ساختیمش. بنابراین هتل رو عین خونه خودمون ساختیم. یه خونه رویایی. از موقعی که یوتیوب اومده خیلی وقتا پدرها و مادرها اصلا دختر خاله و پسر خاله تا یه بچه کوچیک توی خانواده هست ازش فیلم میگیرن، کارهای بامزه که بچهای کوچیک تا دلتون بخواد انجام میدن، به اشتراک میذارن و هیتای خیلی بالا میخورن. آره حالا ما یه ویدیو میخوایم الان براتون پخش کنیم از یه مادری که از نوزاد 10 ماهش این فیلم رو گرفته که باید حتما ببینین. خیلی باور نکردنی. فقط چند روزه که گذاشته این ویدیو رو الان 4 میلیون تا بیننده داشته. بله بریم ببینیم. استراحت میکنیم با خانم دکتر کنتورچی برمیگردیم. Mommy's gonna sing you a song. You want mommy to sing a song, honey? Let me know how you feel about the song, okay? I don't want you to come round here no more. I beg you for mercy. You don't know how strong my weakness is, or how much it hurts me. 'Cause when you say it's over with her, I want to believe it's true. So I let you in, knowing tomorrow I'm gonna wake up missing you, wake up missing you, when the one you love's in love with someone else. Don't you know it's torture? I mean it's a living hell. No matter how I try to convince myself, this time I won't lose control. So I let you in, knowing tomorrow I'm gonna wake up missing you, wake up missing you. Oh, you feel the pain in the song, eh, honey? Big tears. You crying? Oh, you crying, monkey. Okay, mommy's done. Okay, it's just a song. It's just a song, honey. خیلی خوش اومدین به بخش آخر برنامه. خانم کنتورچی اینجا همراه ما هستن. حال شما؟ سلام. خیلی خوش اومدید. بعد جشن آوردید اینجا. واقعا چقدر شاد میشه. ما این همه زحمت کشیدیم که شما بترسید ولی شما نترسید. شما ترسناک نیستید. اینقدر ماشاءالله ناز هستید. مرسی. دوست داره نگاهتون بکنه، لذت میبره. مرسی خانم کنتورچی. میخواین یه
جمع‌بندی بکنیم از بحثی که هفته گذشته داشتیم، هفته‌های گذشته، بعد بتونیم بحث خودشناسی رو شروع کنیم. در خدمتتون هستم. بله، در جلسه پیش ما در واقع میشه گفت خودآگاهی خودشناسی رو مبحثش رو شروع کردیم، ولی خب برای اینکه یک مبحث بسیار گسترده و وسیع خب طبیعتاً تمام نشدش. برای اینکه یک یادآوری و یک در واقع مروری داشته باشیم خیلی کوتاه روی آنچه گذشت، یه تعریف کوتاه از خودآگاهی که همون در واقع نگاه عمیق به درون خودمون، عمیق و دقیق و صادقانه. یعنی اینجا دیگه ما نیازی نداریم که در واقع بخوایم برای دیگری جلب توجه بکنیم و اینکه بهترین خودمون باشیم یا نقش بازی کنیم مثلا. دقیقاً نقش بازی کنیم. می‌خوایم خودمون باشیم، در واقع خود واقعیمون رو بشناسیم، استعدادامون و تواناییامون و محدودیت‌هامون و نقاط ضعفمون و نقاط مثبتمون. پس بنابراین با خودمون صادق هستیم. همونجور که توی جلسه پیش اشاره شد و درباره‌اش صحبت کردیم، در واقع میشه گفتش که ما برای اینکه بتونیم از یک خود آگاهی خودشناسی واقعی صحبت کنیم باید اول خودمون رو بپذیریم. وقتی خودمون میپذیریم دیگری رو میپذیریم و اینکه قبول مسئولیت میکنیم، یعنی کارهایی که میکنیم مسئولانه اونو پذیرا هستیم، حالا چه اشتباه کردیم چه درست انجامش دادیم. اشتباه کردن هم بخشی از در واقع کارهای انسان و زندگی. اصلا همه آدم ها اشتباه میکنن، کسی که اشتباه نکنه وجود نداره تو دنیا، درسته؟ فقط باید قبولش کنیم. کمال و تمام وجود نداره. ما سعی میکنیم تو این مسیر با همون خودآگاهی و خودشناسی قدم برداریم، ولی اینکه بهش برسیم هرگز نمیرسیم. کمال رو به معنای واقعی فقط در واقع صفات خداییه که ما به طرفش میریم و توی زبان فارسی فکر می‌کنم تنها زبانیه که خدا به خدای در واقع این معرفی کننده اون پروردگار یکتا هستش. پس ما با این شانسی که داریم، با این واژه غنی که داریم، به خودمون بیاییم، در واقع خودمون رو بشناسیم. جلسه پیش راجع به ذهنیت و عینیت صحبت شد که ذهنیت ساختار چیزهایی هستن که خودمون به نادرستی غیر واقع بینانه اونا رو برداشت میکنیم و قضاوت و داوری میکنیم، در حالی که عینیت چیزی که واقعیه و درسته و وجود داره. اینا رو از همدیگه تفکیک کردیم. که این ذهنیت خیلی وقتا میشه از طرف اطرافیان به آدم داده میشه، درست میگم؟ همیشه تضاد در رابطه با دیگری به وجود میاد و بعد از این که به وجود اومد میشه در واقع یک چیزی که ذهن ما رو به خودش مشغول میکنه، توی تضادها بکنم نکنم، هستم نیستم، ایناست که ما رو درگیر و مضطرب میکنه و واقعا ما نمیشه اونجوری که باید از اون توانایی و استعدادهای خودمون استفاده بکنیم. در واقع اون ترس هامونه، اون نگرانی هایمونه نکنه اگر اینجوری بکنم طرد بشم، قابل تایید دیگران قرار نگیرم. پس بنابراین بیاییم اول خودمون رو بشناسیم و با شناختن و پذیرفتن خودمون طبیعتاً غلبه میکنیم بر این اضطراب خودمون، برای اینکه دلیلی نداره وقتی که ما میدونیم خب اشتباه یه چیزیه که پیش میاد، اگر میتونیم ازش درس بگیریم خب رشد میکنیم، پیشرفت میکنیم. اگر دوباره تکرارش کردیم ولی بازم در واقع این تکرار شد، زیر علامت اینو میبریم و سعی میکنیم از روی آگاهی برطرفش بکنیم. شناخت، ببینید خودش علم، شناخت، دانش، هر چیزی به ما کمک میکنه که اصولی با اون مسئله برخورد بکنیم. اگر ما خدای نکرده با مسائلمون دیمی برخورد بکنیم خب میشه همون ذهنیت ما یا ذهنیت شخصی که داریم ازش کمک میگیریم. در واقع نه تنها به ما کمک نمیکنه بلکه ممکنه ما رو گمراه هم بکنه. پس سعی کنیم حتما مشورتمون رو با کسایی بکنیم که در واقع آدمای آگاهی هستن، صاحب نظر هستن و به ما کمک میکنن واقعا توی این مسیر رشد قدم برداریم. امروز میخوایم راجع به ویژگی‌های یک شخص خودآگاه و خودشناس صحبت بکنیم. شخصی که به خودش آگاهه برای خودش ارزش قائله و بنابراین برای دیگری هم ارزش قائله. شخصی که انتقاد پذیره، در واقع بازه. اگر شما مثلا به من میگید که این کاری که میکنی درست نیست و من میبینم واقعا دارم تکرارش میکنم و باعث دردسر برای من، خب منو طبیعتا به فکر و تفکر وامی داره و میرم دنبال
در واقع دانشش که ببینم چیکار کنم که اینو برطرف بکنم. پس یک کسی هستم که ذهن بازی دارم و پذیرا هستم. چقدر جالب. وقتی به یه نفر میگیم که یه مشکلی داره، بعضی موقع ها طرف خیلی جوش میاره که نه من اینجوری نیستم، شما اینجوری فکر می‌کنید. خیلی حالت دفاعی میگه. ولی کسی که به خودش آگاهه وقتی بهش میگه که آره خودم هم به همچین نتیجه رسیدم، خودم هم همچین چیزی رو حس کردم، یا سعی میکنه که درستش کنه. درست میگم؟ بله حتما همینطوره. کسی که خودآگاه خودشناسه در واقع با دیگران همکاری داره، مشارکت داره، سعی میکنه توی برخوردایی که میکنه اگر از کسی چیزی میبینه اونو به صورت خیلی آرام انتقال بده. اگه براش توی زندگی مشکلاتی پیش میاد سعی میکنه اونو از سر راهش برداره. حالا چه چیزایی مانع از این میشه که ما خودآگاه باشیم و در واقع قدم توی مسیر رشد و تحول برنداریم؟ در واقع انتظارات نابجای ما هستش. میبینید بعضی آدما یا شاید برای خودمون هم پیش اومده یه انتظاراتی داریم که اصلا درست نیستش. میخوایم دیگران برای ما همه کار بکنن بدون اینکه خودمون حتی قدمی توی این مسیر برداریم، ما رو درک بکنن بدون اینکه خودمون درک واقعی از خودمون داشته باشیم. اگه بخوایم به صورت خودآگاهی خودشناسی بهش نگاه بکنیم. این انتظار بعضی موقع از خود آدم هم میشه، به غیر از بقیه، که بعضی موقع مثلا آدم از بقیه انتظار داره، بعضی موقع آدم از خودش هم انتظار زیادی داره که همه چیز رو کامل انجام بده، همه چیز رو خوب انجام بده، هیچ اشتباهی نداشته باشه. درستی اشاره کردید که یکی دیگه از موانع در واقع خودآگاهی خودشناسی همین کمال طلبیه. در واقع آدمایی که میبینید میخوان همیشه نشون بدن که کامل هستن، هیچ نقصی ندارن، هیچ عیبی ندارن، در واقع میترسن که بقیه اونجوری که هستن اونا رو ببینن. درسته، یعنی که قضاوت کنن در موردشون. ترسشون از اینه که همیشه میخوان به بهترین نحو خودشون نشون بدن. در واقع این افراد اعتماد به نفس فوق‌العاده ضعیفی دارن، چون تو زندگی بهشون القا شده که تو برای اینکه پذیرفته بشی باید بهترین باشی، جای خطایی نیستش. و این آدم‌ها تمام انرژیشون و نیروشون رو صرف این میکنن که فقط ظاهر بشن که بقیه به به و چه چه براشون بزنن. من خودم خانم دکتر یه دوستی دارم که همینجوری، یعنی همش فکر اینه که بقیه چقدر ازش راضی باشن، بقیه چقدر باش خوشحال باشن. حتی تو بعضی مواقعی که تقصیر اون نیست، وقتی یه اتفاق میفته بدون اینکه بخواد دنبال چیزی بشه سریع معذرت خواهی میکنه. بهش میگم خب اصلا تقصیر تو نبود، چرا معذرت خواهی کرد؟ میگه که نه خب حالا اگر دستم ناراحت میشد چی؟ درسته. ما وقتی که میخوایم همیشه دیگری رو راضی بکنیم هیچ وقت به اون رضایت واقعی نخواهیم هیچ وقت اصلا کسی نمیتونه همه راضی نگه داره طبیعتاً. پس بنابراین ما سعی کنیم با شناخت درست، با آگاهی درست اول خودمون رو راضی کنیم. بقیه دیگه ما مسئول بقیه نیستیم که چه ذهنیتی دارن، چه برداشتی دارن. ما مسئول خودمون هستیم. وقتی مسئولیت خودمون رو خوب به جا آوردیم طبیعتاً میتونیم به عنوان یک انسان هم نوع دوست به دیگران هم کمک برسونیم. ولی وقتی ما هنوز درگیر خودمون هستیم چجوری میتونیم به بقیه کمک کنیم؟ حتی به عزیزترین خودمون که بچه‌هامون باشن، همسرمون باشه، برادرمون باشه، دوستای نزدیکمون باشن. وقتی انسان درگیر خودشه خب نمیتونه واقعا کمک درست و اصولی به بقیه بکنه. یکی دیگه از موانع خودآگاهی خودشناسی همون یکی بود کمال طلبی و آدمایی که در واقع همون در واقع میرن و دروغ میگن نکنه بقیه کشفشون بکنن، نکنه بقیه بفهمن که در واقع این کیه. گذشته بدی داشتن، میخوان گذشتهشون پنهان کنن که برای قضاوت کنن. ضعفای خودشونو همه با هم و همش مضطربن، همش نگرانن. پس بنابراین انرژی درست استفاده ازش نمیشه برای سازندگی، بیشتر نگران و مضطرب هستن. این نگرانی و اضطرابان که ما رو از پا در میارن، نمیذارن درست زندگی بکنیم. اون آرامش و آسایشی که هر انسانی واقعا مستحقش ازش استفاده به نحو احسن بکنه. پس بنابراین این ویژگی‌ها رو در نظر داشته باشیم، این موانع هم داشته باشیم. حالا همون خودفریبی و در واقع خود بدلی که گفتیم مخالفه، یعنی برعکس خود واقعی که ما الان داریم راجع بهش صحبت می‌کنیم.
بیشتر وقتا به ما یاد دادن برای اینکه ما در واقع مثل الگوهای رایج اجتماع باشیم خودمون نباشه. همون ماسکی که شما بهش اشاره کردید، ماسک بزنیم و یه جور دیگه ظاهر بشیم. خب طبیعتا اینا همه تنش در انسان ایجاد میکنه، برای اینکه داره همش نقش بازی میکنه، همش نگرانه که نکنه بقیه متوجه بشن کیه. اون بقیه هم خودشون برای خودشون مطمئن باشید همین مسائل رو دارن. پس بنابراین همه انسان‌ها یه جورایی دارن دنبال خودشون هستن. بعضی وقتا می‌بینید انسان‌هایی برای اینکه خودشون رو ثابت کنن، موجودیت خودشون رو ثابت کنن، میرن دست به کارهای خطرناک میزنن، حتی زندگی خودشون رو به خطر میندازن. مثلا از یه محیط خیلی مرتفع خودشون رو پرت میکنن که توی رکوردها اسمشون ثبت بشه، حتی به قیمت جونشون، که چی؟ به بقیه ثابت کنن اون چیزی که نیستن هستن. اتفاقا ما خیلی از این خبرها میگیم تو مثلا میگن اگه لذت ببرن چی؟ یعنی برای بقیه نباشه. بعضی هم هستن که این کارا رو انجام میدن بدون که فکر کنن بقیه در موردشون چی فکر میکنن. خب ببینید همون بدون که بقیه دربارهشون چی فکر میکنن. خب اگه واقعا این کارو میکنن برای خودشون دارن میکنن، من واقعا هیچ آدم عاقلی رو نمیدونم خودشو تو خطر بندازه برای اینکه لذت میخواد ببره. پس این با خودش داره چالش میکنه، داره خود به خودش ثابت میکنه یه چیزی رو. درست. وقتی که به این پای خطر مرگ میرسه، خیلی واقعا جای تأسفه که آدم اینجوری بخواد به خودش بگه که من دارم لذت میبرم. خیلی چیزای دیگه هست که انسان میتونه ازش لذت ببره و خب لذت ها با هم متفاوته. اونو نمیتونیم تعریف کنیم چون شخص از این لذت میبره با من متفاوته پس لذتش درست نیست. ولی وقتی که مسائل به این شکل افراطیه، خب اونجا لذت رو میشه زیر علامت سوال بود. چرا خودش آدم باید به خطر بندازه برای اینکه لذت ببره؟ اون حس، آیا این لذتی که میبره ماندگاره یا برای یه زمان خیلی کوتاهیه؟ متوجه هستید؟ دیدید دیگه شما آدمایی که خیلی مشهورن، خیلی معروفن، خیلی ثروتمندن، خیلی زیبا هستن، ولی متاسفانه در نهایت آدم خوشبختی نیستن. در خلوت خودشون یا در حال تزریق کردنن یا مواد مخدر، در واقع ذهن خودشون رو چی میگن بی‌حس میکنن که به اون اضطراب و نگرانی ها به خودشون فکر نکنن. انسان‌هایی که خودشون رو بیش از حد مشغول میکنن، دور و برتون دیدید هیچ وقت تنها نیستن، همیشه باید همه دور و برشون باشه یا یه کاری بکنن. از تنهایی میترسن، خیلی از تنهایی از خودشون در واقع میترسن. آره هیچ وقتی رو برای اینکه با خودشون بگذرونن نمیذارن، همیشه یا باید برن بیرون یا باید سر کار باشن، یه جوری خودشون رو مشغول نگه دارن. دقیقاً. حالا من در رابطه با یک عزیزی که مراجعه کرده بود در رابطه به اینکه به من میگفتش که خانم دکتر من اصلا آدمی هستم دستم نمک نداره، به هر کی خوبی میکنم به من در واقع خیانت میکنه. گفتم خب مگه چی شده؟ گفت آره این خانومم بهش انقدر خدمت کردم آخرش دشمن جونی من شد. گفتم ببینید شما بیاید واقع بینانه نگاه کنید به این قضیه. اگه واقعا میخواید درست، نه اینکه من اینجا به شما فقط بگم آره شما راست میگید اون آدم چقدر آدم بدیه، ولی واقع بینانه ببینید مشکل کجاست. اگه واقعا این اتفاق همش داره تو زندگی شما به صورت تکراری اتفاق میفته، پس جا داره که شما اینو بذارید زیر ذره‌بین ببینید مشکل کجاست. شما اگر در واقع با این روش هایی که دارید ارتباط برقرار میکنید ادامه بدید، یه جای دیگه این کره خاکی برید، بازم همین مشکلات رو با خودتون خواهید برد توی رابطتون. پس بنابراین ببینید در خودتون چی میگذره، چه چیزی رو توی رابطه در واقع تعریف میکنید، تو رفتاراتون پیاده میکنید که افراد به خودشون اجازه میدن که اونجوری که خودتون میگید از شما سوء استفاده بکنن. ببینید ما وقتی یه خدمتی رو میکنیم اولا باید با رضایت باشه. درسته. وقتی که با رضایت ما دیگه انتظاری نداریم، پس بنابراین دیگه بعدش ناراحت نیستیم براش که چرا طرف تلافی نکرد. درسته. ولی اگه با خودمون در واقع میشه و با این مسئله مشکل داریم، خب چرا انجامش بدیم؟ این شخص مشکلش این بود که همش میخواست قابل تایید با مهرطلبی قابل تایید دیگران واقع بشه. وقتی محبت میکنه محبت بهش برگرده، محبت بهش برگرده، یکسان بهش برگرده. ما میتونیم توی یک رابطه، به هر حال انسان‌ها به همدیگه نیازمندن. ما توی رابطه است که معنی میگیریم، همون تضادهای درونی هم که داریم در واقع در رابطه با دیگران تومون به وجود میاد، در رابطه با برخوردها و قضاوت‌ها و اون تلقینایی که به ما از بیرون داده میشه، تو ناکامی، تو
در واقع نمیتونی، همش از بیرون به ما انتقال داده میشه. وقتی که ما بیایم با این مسائل خودمون در واقع روشن باشیم، خودمون برسیم به اون خودآگاهی و خودشناسی، دیگه اجازه نمیدیم به بقیه. برام مهم نیست اصلا وقتی کسی چیزی میگه دیگه، برای اینکه میتونیم تفکیک کنیم واقعیت رو از ذهنیت. واقعیت رو میبریم زیر علامت سوال برای رشدمون، ذهنیت رو چیکار میکنیم؟ میذاریم کنار که اذیت نشیم. خانم دکتر دیگه زیاد وقت نداریم، میشه برای هفته‌های آینده که میخوایم بیان یه سوال مطرح کنین؟ به هر حال من با این صحبت‌هایی که شد امیدوارم که هر کسی در واقع به خودآگاهی خودش بره، به درون خودش بره و از خودش سوال بکنه واقعا من کجا قرار گرفتم؟ آیا واقعا خودم رو میشناسم؟ یا اینکه انتظار دارم بقیه منو بشناسن بدون اینکه خودم رو بشناسم؟ یه سوالی از خودشون اول بکنن. یعنی که این موانعی که گفتین آیا سر راه اونا هم بوده توی خودشناسی، توی کمال طلبی و بله. انتظارهای در واقع افراطی و ناجا. بله، اول از اینکه از خودتون سوال بکنید چقدر خودتون رو میشناسید، ولی واقع بینانه و با صداقت. کسی اینجا نیست به شما نمره بده. و اینو میخواستم خدمتتون بگم برای یه جنبندی که توی خودآگاهی خودشناسی صورت مسئله وجود نداره. راهکار ماجیک وجود نداره. همون که انسان بره به درون خودش رو کشف کنه و تلاش کنه در راه اصلاح اون موانع خودش، اونا همه راهکار همیناست. همین راهکار دیگه وجود نداره. ولی انسان میتونه از طریق خودش رو آگاه کردن، در واقع روش‌هایی رو که با روحیاتش سازگار پیاده کردن، به طرف خودآگاهی و خودشناسی و زندگی آروم و بهتر بره. مرسی، خیلی ممنون خانم دکتر. خب به آخر برنامه رسیدیم. بله ممنون که تا این لحظه همراه من، آزاده و خانم کنتراتچی بودیم. من یه چیزی بگم قبلی که خودم گفتم آخر برنامه توضیح میدم در مورد این پاپیونم جریان داره. نکنین جریانش حالا چه زحمت کشیدم. ببینین ولی سعی کردیم هرچی ما ترسناک بشیم، اصلا ترسناک نشدیم. ولی ممنون که تا الان همراه ما بودین. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.